عبادت حضرت زبیر میگد نماز میخواند. و ناگاه از فرش خانه میگد یک مار بر زمین افتی. و فرزند زبیر میگد در پهلوش خواب بود، آمد میگد در همون میان کودک پیچید. مادرش زنی زبیر میگد دوید فرزند را از این ماری قتال خالی گردانید. داد و فریاد زدن همگی فرزندها. حضرت زبیر میگد وقتی که سلام داد و طرفی میگد همون عائلهش گفت در حالت نماز چه غوغای در پهلوی من بود. عائلهش گفت خدا تو را رحمت کند، قریب بود که یک مار گفت فرزند تو را به هلاکت برساند، تو در حالت نماز آیا ندیدی؟ گفت خدا تو را رحمت کند، وقتی من در نماز داخل می شوم ای مادر فرزندی من در حالت خود نیستم دیگر. نماز وقتی من حالت من، حش من، خاطر من طرف فرزند شود، طرف آواز شما شود، پس این چگونه بین خدا و بین بنده راز می شود؟ این عبادت های اونها بود. این محبتی به پیغمبر خداست، این محبتی بر خداست. این باید همه ما و شما، این همه ما و شما باید که برای خودمان یک سرمشق تیار کنیم. الحال میخواهم خیلی یک وقتی کوتاه داریم برای همین وقتی کوتاهمان خیلی سوالهای زیاد در پیش دارم که خیلی مهم هستند و این برادرای ما و شما سوال کردند. میخواهم همین جواب سوالها را بر شما میگردانم و جمعه دیگر خدا خواسته باشد در باب حضرت امام ابو حنیفه و پیدایش او و علم او و پیروای او انشاءالله صحبت میکنیم. زیرا چندین سوالها و تکلیفها در باب همین است که داملا در باب ابو حنیفه به ما صحبت کنیم که تا که همین پیشوای خودمانه، همین عالم برجسته را، همین مفسر و محدث ما بشناسیم که کیست، از کجاست. جمعه که سوال جواب داشتیم در سوالی آمدیم که یک برادر سوال کرده بودند السلام علیکم ای داملایی که فخر ما هستی. از جواب سوالهایی که پر از آیت و حدیث و شعر عبارت است قناعتمند میشویم. داملا من در منت یک رفیقم گرفتار شدم که چند وقت پیش به من چند سوم داد. از آزار بسیار آخر سوم یافته او را دادم. آیا حال منت کن چه هست و من چگونه رفتار کردم؟ خداوند در قرآن میگوید یعنی یک برادر از یک برادرش، یک برادر یاردم کرده است یک رفیقش را و بعد یاردم کردن باز منت گذاشته است، آزار داده است، یعنی پولی من بود و سومی من بود و من بر تو دادم و دیگر طریقهای منت کردن بالای این برادر روا دیده است و این آخر مجبور شده است که از کسی سوم بیابد آن مقداری که یاردم کرده بود و برده واپس در دست این رفیقش دهد. آیا این چی می شود؟ گفته در باب همین منت خداوند در قرآن میگوید و ما یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. صدق الله العظیم. کدام از بندگان من اگر دستی سخاوت دارند، دستی یاری دارند، خوش به حالشان که روز قیامت از عذاب من نجات می‌یابند. کدام شما اگر
دست جوانمردی دارین، دست سخیگی دارین، دست برادرتون گیرید، دست همسایتون گیرید، دست خواهر و مادر و پدرتون گیرید. انشاءالله خداوند به شما گفته ایستاده است فاولئک هم المفلحون. این جماعه جوانمردها و این جماعت سخاوتمندها روز قیامت از عذاب خدا نجات می‌یابند. حضرت مولوی هم میگوید به یک قول، به یک احسان 700 عوض بخشد خدا از فضل بی حد. یک سومتی خداوند 700 سوم در نامه اعمال تو می نویسش. لکن در قرآن سوره بقره خدا چی میگوید؟ استعیذ بالله ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. شما ای بندگان من وقتی که خیر میکنید، احسان میکنید، یاردم میکنید، بعد یاردم و بعد خیر و سخاوتتان چیکار کنید؟ منت نکنید و آزار ندهید کسی را. حضرت ابو ذر غفاری چی میگوید؟ میگوید از پیغمبر خدا شنیدم که پیغمبر گفتند ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. پیغمبر خدا گفتند 3 طایفه هست که اونها از نظر رحمت خداوند روز قیامت محروم هستند. خداوند این 3 طایفه را عذاب میکند. خداوند به این 3 طایفه در روز قیامت سخن نمیگوید. قال 3 مرات. ابوذر غفاری میگوید همین پیغمبر 3 بار گشته و برگشته گفتند. حضرت ابوذر چی گفتند؟ خاب و خسروا. خار شد، ذلیل شد آن کسی که در این 3 طایفه داخل می شود. زیرا پیغمبر گشته و برگشته میگویند که این 3 طایفه در لعنت خدا گرفتار هستند، عذاب خدا در گرفتار هستند. اینا کی هستند؟ یکم المسبل. پیغمبر گفتند کسی که اگر پاچه همین ایزارش، پاچه بروکش از بجلک پاش پایان باشد، اگر همین بجول پای ما و شما نتابد، اینها را پیغمبر خدا گفتند یک طایفش انا همین است. برای چی در بعض نمازها پاچه ها را قطع میکنند؟ مقصد از همین است. لیکن محدثا میگویند که اگر آدم پاچش اگرچه کشال هم که باشد، با همین پاچه کشالش تکبری نداشته باشد، فخر نداشته باشد، باکی ندارد. دویم کی هست؟ والمنان. دویم گروهی که در عذاب خدا گرفتار هستند روز قیامت کسی هست که در صدقات دادگیش منت میکند که من پولی من بود که تو راحت کردی، پولی من نمیشد تو از این بحران نمیبرآمدی، حیف شد که من همون پول بر تو دادم و دیگر منت هایی که میگذارند. سوم شاه حضرت چی گفتند؟ والمنفق سلعته بالحلیف الکاذب. کدام آدمی که سوداگر است برای آنی که مالش سودا شود قسم دروغ میخورد، این هم در همین 3 طایفه داخل می شود. دروغ قسم میخورد که همین مال من بهترین مال است، در اصل بهترین مال نیست. مال من از تمام مال بازار فرق کننده است، قسم میخورد، لکن همچنان نیست. این هم در همین 3 طایفه داخل می شود. حضرت جامی هم بسیار یک درباره منت کنا بسیار یک نظم شیرینی دارند. میگوید با دندان رخنه در پولاد کردن. ببین در پولاد دندان آدم نمیگذرد، لیکن همین با دندان در پولاد گرفتن من بر عهده میگیرم. گفتند با دندان رخنه در پولاد کردن، با ناخن راه در خارا بریدن، فرو رفتن به آتشدان نگونسار، با پیلکی دیده آتش پاره چیدن، با فرقی سر نهادن 100 شتربار،
ز مشرق جانب مغرب دویدن، بس بر جامه آسان تر نماید که باری منتی دونان کشیدن. حضرت گفتند این برای من آسان است. 100 شتربار را بالای سر میکنم، از مشرق تا به مغرب میدوم، به دندانم در پولاد رخنه میکنم، به ناخونهام را در خارا میبرم، به آتشدان با سر میپرتام، با پلکی همین چشمم آتش پاره میچینم، لکن بار منت دونان نمیکشم. السلام علیکم بابای حاجی، التماس به ما فهمانده دهید که همه انسان ها به دوزخ برده میشوند یا نه؟ سوره مریم را ما خواندیم ولی آنقدر مضمون آن را نفهمیدیم. رحمت کلام. این برادر سوره مریم را خواندند، آیت 72 است که خداوند در سوره مریم چی میگوید؟ و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیه. خدا در این آیت کریمه وارد شدن دوزخ را نمیگوید. این برادر در اونجا فکر کرده است که تمام مردم وارد دوزخ میشن، بلکه خدا میگوید بر من یک امر حتمی هست که همه شما را از بالای پول صراط میگذرانم. تمام بندگان، خواه صالح و خواه غیر صالح، همه شما از بالای پول صراط میگذرید. پول صراط را پیغمبر خدا صفات کردند، لغزش دارد، میلغزاند، خار دارد، از زیرش ملائکه های هست که به سوی شما هرچی حواله میکنند. لکن در دوام آیت خداوند گفت ثم ننجی الذین اتقوا. لکن کسانی که در دنیا خدا ترس بودند، کسانی که ایمان اساسی و صدقی داشتند، اینها از پول صراط با آسانی میگذرند. لکن ظالم ها و بی خداها را به زانو می افتانیم و در دوزخ می پرتاییم. این معنای این آیت معنای این دارد که از بالای پول صراط هر کدام ما و شما گذر میکنیم. خوش به حال همون بنده ای که پول صراط را به آسانی میگذرد. برای پول صراط گذشتن پیغمبر خدا گفتند کسانی هستند که تمام بدنشون روشنی میکند پیش را، کسانی هستند که نیمی بدنشون روشنی میکند پیش پاشون، کسانی هستند که حتی در همین نوک چلکهای پاشون کمی روشنی دارند که اینها خیلی آدم‌های بودند که عملهای کم داشتند. از این خاطر اینهاش گفت از پول صراط میغلطند. لیکن کسانی که تمام وجودشان نورانی است، اونا کسانی هستند که در همین مسجد ما و شما نشستند، کسانی هستند که محب جمعه هستند، محب 5 وقته هستند، محب خدا و پیغمبر هستند. اینها تمام بدنشان روشنی میکنند مثل همین چراغایی که در اطراف ما و شماست و با آسانی ان شاء الله از خدای خود باوری داریم و امید داریم که ما و شما گذر میکنیم.